یک سخنی به جوانان در افغانستان دارم. جوانان متدین، جوانان ملتزم و مسلمان و مستقیم افغانستان، فریب شعارهای اینها را نخورید که داد از حکومت اسلامی و خلافت اسلامی میزنن. نخورید. اینها بدترین دشمن اسلام هستند در این زمان. والله خطر این فکر خارجی، خطر داعش، همین مدعیان دروغین خلافت اسلامی برای امت اسلامی خطرناکتر از یهود و نصارا و روافض است. چون اینها مثل کرمهایی هستند که از داخل امت اسلامی رو میخورن، از داخل این بنیان رو خراب میکنن. فریب اینها رو نخورید. این صداهای زیبایی که قرآن تلاوت میکنن، میبینین در سوشال میدیا بعضی صفحاتی هم دارن، برنامه‌هایی هم دارن، چنان قلقله میکنن آیه و حدیث رو که تعجب میکنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرمایند که از تلاوتشان، از قرائت قرآنشان تعجب میکنید. اما این قرآن از این گروه پایینتر تاثیر نداره. صدای زیبا دارن، تلاوت زیبا دارن، دلایل خیلی رنگارنگ دارن، فریبنده دارن برای جوانها، برای جذب جوانهای مسلمان. و دل آدم واقعا با آن جوانهایی میسوزد که فریب شعارهای دروغین این گروه باغی و خارجی را میخورن. شعار تشکیل حکومت اسلامی و خلافت اسلامی، اینها همه شعارهای دروغینی است که هدف اصلی آن نابود کردن جوانان مسلمان و متدین در کشورهای مختلف است. مثلا در تاجیکستان موفق شدن، هزاران نفر از جوانان مسلمان تاجیکستان را به بهانه خلافت اسلامی به عراق کشاندن، آنها را در آنجا قتل عام کردند توسط آمریکا و شیعیان و همسرانشان را امروز می‌بینیم که در زندان‌های روافض در عراق روزانه مورد تجاوز سربازان کثیف رافضی در اونجا قرار می‌گیرند. و امروز تاجیکستان را از جوانان متدین و مخلص پاک کردند. هدف اینا در همه دنیا همین است. در افغانستان می‌بینیم بهترین جوان‌ها رو ببینید که تا کمی ملتزم و متدین باشد او رو مورد هدف قرار میدن، به صفهای خودشان جمع میکنن. حتی جای تعجب اینجاست که بعضی از خطبا و دعوتگران و علما یا به ظاهر علما رو هم اینا به صف خودشان کشاندن و فریب دادن. اینا در عراق چه خدمتی کردن به مسلمان ها و اهل سنت؟ در یمن چه خدمت کردن به مسلمان ها و اهل سنت؟ در افغانستان در این 21 سال اینها مگر عملیاتی بر علیه آمریکایی‌ها انجام دادن؟ بر علیه اشغالگران انجام دادن؟ امروز زمانی که آمریکا از افغانستان خارج شد اینا قد علم کردن و غیر از مسلمان کشی کار دیگری ندارن. طبق فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم اینا با مشرکین و با کفار کار ندارن. اینا دشمنی و عداوتشان با اهل ایمان است. پس فریب این گروه باطل را نخورید، فریب این منافقین را نخورید، این فریب خورده های غرب را نخورید که امروز در بین امت اسلامی غیر از تفرقه افکنی، قتل و کشتار و از بین بردن بهترین فرزندان امت اسلامی کار دیگری ندارند. الله متعال شر روافض و خوارج را از سر امت اسلامی دور بکند.